از زمانی که عثمان قل نصیران بیکوف به فیتنس رفتن را شروع کرد، زندگیش کاملا رنگ دیگر گرفت. صحتی او بهتر و تبسم نیز در لبانش بیشتر شد. این مرد 72 ساله خود را از نو جوان احساس کرد. بعد از مشق من خود را بسیار خوب احساس می کنم. وقتی راه می روم قریب که می دوم هیچ جایم درد نمی کند. بابای عثمان قل وزن برداری می کند. در تالار ورزشی این کار را او بهتر از جوانان انجام می دهد. راهگردی مشقی از همه مهم و مفیدی برنامه تمرینی این بازنشسته محسوب می یابد. عثمان قل جراحی پرتجربه است و فایده راهگردی را خیلی خوب می داند. وقتی جوانان را در تالار ورزشی مشاهده می کند، می خواهد به دوره جوانیش برگردد. عثمان قل می گوید نسل امروز نسبت به جوانان پیش فعال ترند. بیشتری ها امروز می گویند جوانان بی حوصله هستند، ولی برعکس ما پیران سالان بی حوصله بودیم. حالا جوانان رق نمی نوشند، انگلیسی و روسی و دیگر زبان ها را می دانند. من گاه حتی حیران می شوم. آنها هدف دارند، کار خود را می دانند و فعالند. نزدیک 1.5 سال می شود عثمان قل درس انگلیسی می آموزد. فعالیت آموزگاریش در کالج طبی او را به زبان آموزی وادار نمود. در آنجا او به دانش آموزان خارجی تعلیم می دهد. بابای عثمانبک در زبان آموزی پیشرفت کرده است. برای من خیلی خوشایند است که وقت‌های خالگی‌اش را صرف زبان آموزی می‌کند. او با خواهش خود هفته 3 تا 5 بار درس می‌گیرد. این واقعاً باعث تحسین است. متاسفانه نه همه ما چنینیم. برای من او نمونه عبرت است. عثمان قل وظیفه‌های خانگیش را صافدلانه اجرا می‌کند. او میگوید در 1 ساعت زبان آموختن برایش کافی نیست. بر اساس برنامه تعلیمی من باید 1 ساعت درس خوانم، ولی در سن سال من 1 ساعت کم است. از این خاطر من همه روزه از 2 تا 3 ساعت درس میخوانم. به قول عثمان قل به فرق از زمان آنها جوانان امروز برای معرفی کردن خود امکانیت‌های زیاد دارند، ولی با این هم این مرد بازنشسته از موفقیت‌های خود خوشحال است و برای فتح قله‌های نو تلاش می‌ورزد.